معجزات عددی قرآن کریم. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما می‌دانیم که قرآن کریم در مکه مکرمه و در مدینه منوره نازل شده است. مفسران میگویند که یک آیت است که در وقت هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه به سوی مدینه منوره نازل شده است. این آیت 13 سوره محمد می باشد که خداوند در این آیت چنین میگوید: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. یعنی و بسیار از دهه ها که اهل آنها از ده تو که تو را بیرون کرد قوی تر بودند، آنها را هلاک ساختیم، پس برای آنها هیچ نصرت دهنده نبود. در این آیت الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دلبرداری کرده میگوید که دهه‌هایی بودند که از دهه تو قوی تر بودند و به خاطر سرکشی کردنشان آنها را هلاک ساختیم. برادر و خواهر ایمانیم، جای عجیبش آن است که رقم این آیت 13 می باشد و هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 13 بعد از بعثت بود و اگر حرفهای این آیت را شماریم عدد آنها به 53 می رسد که این به سن و سال پیامبر صلی الله علیه و سلم مطابق است که در سن 53 سالگی به مدینه منوره هجرت کردند. پس شما چی فکر میکنید؟ مگر این تصادف است که رقم آیت به سال هجرت و عدد حرفهای آیت به سن و سال پیامبر صلی الله علیه و سلم مطابق است و نام سوره باشد محمد است؟ بله، این تصادف نیست. این یکی از معجزات عددی قرآن کریم می باشد. گویا اینکه الله سبحانه و تعالی می گوید محمد صلی الله علیه و سلم در سال 13 بعد از بعثت در سن 53 سالگی به مدینه منوره هجرت کرده است. خداوند در این مسئله داناتر است و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.